پذیرا باشید ستاره کرامت الله. اکنون فرصتی اون رسیده از دوستان که از روبری بدهی اتحادیه دولتی گروه های ایجادی و کنسرتی عبیدالله ابراهیمов خواهش نمایم که با صحنه برآمده جایزه سرود سال 2016 رو به ستاره کرامت الله بسپارد. جایزه مبارک باشد، ارزنده است. تشکر. سلامت باشید، موفقیت. باری دیگر یک ترسک های شما دوستان عزیز برای ستاره کرامت الله.